شروط نکاح و جواب قبول. نه، یک چیز صحیح مسلم و صحیح بخاری حدیث داره در این مورد. ما تا امروز مسلمانان فکر میکردن که شروط نکاح همونا شاید باشه، اما شروط نکاح در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. بریم بخونیمش یا تو میگی برامون؟ نه بخوانش عزیز. بریم با هم میخوانیم شروط نکاح را دوستان عزیز. خب کتاب نازنین صحیح بخاری در روایت شماره 51 روایتی است که هیچ وقت فراموشتان نمیشه دوستان، چون یک عدد جالب داره. 51 یکم نام مخابران در افغانستان در دوره نظامی 51 گفته از ابی خیر یا ابی الخیر از عقبه روایت است که پیامبر فرمود سزاوارترین شرط هایی که به آن وفا کنید ایفای چیزی است که فرج ها را با آن حلال کنید. جان فرج حلال میکنن، اینا نان پیدا میکنن و پول میتن و فرج حلال میکنن، آلت تناسلی را حلال میکنن. خب از این حدیثش گذشته میریم به صحیح مسلم. کتاب صحیح مسلم وفای به شروط در نکاح. اینجا مشکل فارسی نداره، در فارسی میتونیم دوستان عزیز وفای بگوییم و وفا بگوییم. وفای درست است، یعنی کدام مشکلی نداره. باب 8 وفای به شروط در نکاح. بریم ببینیم که چی هست اینها. روایت شماره 1418 از همون بدبخت است، از عقبه ابن عامر روایت است. خب جالب گفتم از همون بدبخت است. از عقبه ابن عامر روایت است که رسول خدا فرمود سزاوارترین شرطی که باید به آن وفا شود همان است که بدان شرمگاه زنان را، ببینید دوستان عزیز، برای خود حلال کرده اید. یعنی شروط نکاح. این لفظ ابوبکر جز این که به مصنا به شرط و شروط دیگرش به درد ما نمیخوره. دیدیم دوستان عزیز شرط نکاح حلال کردن فرج است. فرج باید حلال شود. اگر حلال نشه پولش نتی فرج حرام است. به همین خاطر امام بزرگوار، امام امامها، امام اعظم نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه پدر حنیفه و همان نعمان ابن ثابت امام چارکاری و پروانی افغان چیزی در مورد مهریه گفته اشکالی نداره که اگر شما با خواهرتان با مادرتان ازدواج کنین اما به شرط اینکه مهریهش رو بتین. یعنی چی؟ یعنی واژن را اینا با مهریه حلال میکنن. پول بده بکو، خواهرت هم بود مشکلی نداره نظر به دین اسلام، خواهرت هم بود نظر به دین اینها میگن که اشکالی نداره، منتها پولش را بده. اینا به خواهر خودم پول میتن. ما در همون بابم گفتم بیاین مناظره کنیم که من ثابت کنم امام ابو حنیفه شما گفته با خواهر مادرتان سکس کنین، گپی نیست، حد جاری نمیشه، منتها پولش را که بدی. میگه پول هدف ابو حنیفه چی است؟ پویا ابو حنیفه میگه که تو پول را اگر میتی اونو پول هر واژنی را به تو حلال میکنه. اونو پول به عنوان مهریه واژن خواهرم گویا